کمخوری، پرخوری گرسنگی کشیدنه. ما یه عادت بدی داریم، گفتیم فکر میکنیم هر وقت گرسنه شدیم باید هجوم ببریم به طرف، حمله کنیم به طرف سفره و بخوریم. این برخلاف رویه طب اسلامیه. در باب پرخوری خیلی جالبه، چند تا روایت رو بخونیم ببینیم که در باب پرخوری روایت ما چی مطرح میکنه. عرضم پیامبر اکرم میفرماید مؤمن به اندازه 1 معده میخورد و کافر به اندازه 7 معده. یعنی انسان هرچی از ایمان فاصله بگیره خوردنش، خوراکش زیاد میشه. در باب زیانهای ظاهری پرخوری، عجیبه در اسلام تغذیه با باطن من و شما هم چیه؟ با باطن من و شما کار داره که الان میبینید. در باب زیانهای ظاهری پرخوری، وقتی انسان پرخوری میخوره این هستش. امیرالمومنین میفرماید اعتیاد به سیری انواع دردها را به همراه میآورد. این 1. 2. سیری، باز امیرالمومنین میفرماید سیری بیماری ها را افزون میسازد. باز امیرالمومنین میفرماید هر کس در دل خود درخت علاقه به انواع غذاها را بکارد، روایت تمثیلی زیباییه، هر کس در دل خود درخت علاقه به انواع غذاها را بکارد میوه گونه های ناتندرستی را میچیند. این درخت میوهش هم بیماریه. هر کس در دل خود درخت علاقه به انواع غذاها را بکارد میوه گونه های ناتندرستی را میچیند. پس یکی از زیانهای ظاهری پرخوری انواع ناتندرستی هایی است که برای بشر میاد. این 1. 2. کاهش تندرستیه، اون ایجاد ناتندرستیه، این ایجاد کاهش تندرستیه. امیرالمومنین میفرماید بسیار خوردن یا با پرخوری تندرستی جمع نمیشه. تندرستی و پرخوری با هم گرد نمیان، با هم جمع نمیشن. باز امام صادق میفرماید تباهی بدن در فراوانی خوراک است. زیانهای باطنی خیلی جالبه. زیانهای باطنی پرخوری در این حوزه چی میگه؟ روایت داریم شکم با خوردن سرکش میشود. دورترین حالت بنده، از امام صادقه، دورترین حالت بنده از خدا آن هنگامی است که شکمش پر باشد. خیلی عجیبه، علمای ما، عرفای ما تو بحث غذا خیلی قلت الطعام بودن، قلت النوم، قلت الطعام، قلت الکلام. این 3 تا قله باعث رستگاری و نجات انسانه. تو عرفان شرط این قلت الطعام، قلت النوم، قلت الکلام، این 3 تا. عرضم حضور شما که باز در روایت داریم، حالا پیامبر خدا میفرماید در پیشگاه خدا هیچ چیز منفورتر از شکمی که پر باشد نیست. دوری از خدا یکیشه. 2 از آثار پرخوری برای باطن، امیرالمومنین میفرماید پرخوری و انجام دادن کارهای واجب در برهم گرد نمیاد. واقعا انسان پر میخوره حال و حوصله عبادت نداره. ما یکی از علتایی که لذت عبادت رو نمیچشیم علتش اینه که ما لذت غذا رو سعی میکنیم بیشتر بهش ارادت داریم بچشیم، از لذت خوردن یه مقدار، از لذت عبادت خودمون رو یه مقدار محروم میکنیم. امیرالمومنین میفرماید با وجود 3 چیز در 3 چیز دیگر طمع مبندید. یعنی این 3 چیز رو دارید، طمع بیخود در 3 چیز دیگه نداشته باشید. یکی با پرخوری در شب زنده داری.
با پرخوری طمع نداشته باشه، انسان شب زنده‌داری داشته باشه. عرضم حضور شما که قلت العبادت یکی از ایناست. اون دوتا عرضم حضور شما که با خفتن همه شب در نورانیت سیما طمع نکنه انسان، با همراهی با فاسقان در ایمن بودن از دنیا، انسان آلوده به دنیا میشه. عرضم حضور شما که با وجود سه چیز در سه چیز دیگر طمع مبند امیرالمؤمنین: با پرخوری در شب زنده‌داری، با خفتن همه شب در نورانیت سیما و با همراهی با فاسقان در ایمن بودن از دنیا. طمع تو این بخش نکنه. واقعا بشر امروز یکی از شاهکارهایی که به نظر من شیطان انجام داده و موفق بوده، بشر را پرخور کرده. قبل از اینکه گناه رواج پیدا کنه، فساد و اینا، شاهکار شیطان برای این بوده که متاسفانه شهوت خوراک را تو جامعه رواج داده و این بزرگترین رمز پیروزی و موفقیت جناب ابلیس بوده که بعداً تو این بخش واقعا